جون دل چی شد؟ یعنی چی؟ یکی بود توی اینستاگرام را موهاش بلند بود را رو چطوری جون دل؟ یه بحث راجع به صنعت داروسازی دارم، داروسازی شیمیایی. بگو ببینم چی میخوای بگی. اینکه چرا اینا اینقدر تریاک درست میکنن؟ ژلوفن، ژلوفن، استامینوفن، استروفن، کدوئین، AS 80، ترامادول، متادون. آدوت کل. درست عزیزم. تریاک گرفتی شیمیایی کردی، میدی به مردم سرما میخورن، تریاک میخورن. تریاک میخورن. گلوش درد میکنه، تریاک میخورن. هیدرام چشش درد میکنه، تریاک میخورن. ترویج طب سنتی میدی. مثلا اینم قبول ندارم. در واقع تو داری میگی علم داروسازی 40% آدما رو تریاکی کرده. من میگم علم داروسازی مثل همون جون دلی که اول گفتیم آپدیت نیست. هست ولی نیست. همین